سلام بچه‌ها، اسم من راتینه. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. این اولین ویدیویی که داره از کانال من گذاشته میشه. اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله‌اش هم فعال کنید که نوتیفیکیشناشون براتون بیاد. همین، خداحافظ. خب بچه‌ها، توی این ویدیو ما اومدیم شهر بازی یه مقداری کارتمون رو شارژ کردیم و می‌خوایم بازی‌های شانسیشو انجام بدیم. مثل همین بازی که توش موزه ماما یه سری توپ میشه گرفت یا یه سری بازی دیگه که شکلات و خرس و اینجور چیزا میده. آخر سرم میریم به بچه‌ها هدیه‌شون میدیم هر چی گرفتیم. خب میریم برای اولین کشیدن. خب اولی نشد، بریم بعدی. خراب بود. آقا این نامردی این بیشتر نمیاد. خب بریم یه بازی دیگه. خب این سری اومدیم این دستگاه که شکلات میده، ببینیم چه جوریه. خب بیاد اینجاش پرتره. خودش داد. آقا بردار. خب خیلی برداشت آجی، خیلی میاره این فکر کنم. الان قشنگ میده واسه. یکی دیگه هم بزنه ها. خدا شاهده به نسبت قیمتش میارزید. اینجا رو بگیر. تاریخ گذشته است. لواشک تریاکی. الان میخوایم که این یکی خرسه رو بریم ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنظیم میکنیم. خرس میده. خوبه؟ نظر خوبه؟ بزنیم؟ یک. خوبه؟ خوبه. آقا نداد. آقا من یه بار دیگه اینو برم. این همه رفتم نداد. خرسه نداد. اصلا واقعا اذیت میکنه. این اصلا رسم زندگی نیست. ما چه جای خوبی رو رد کردم. این تو فوتبالر گرفتم. نه با فوش میدادم. آقا ما اومدیم یه بار دیگه شارژ کردیم. این سری نده به من اینجا رو با خاک یکسان میکنم. من این بتمنه هم. البته اون پانه کوی فوکار میده. جون مادرت بده. وای تو رو خدا اینجا خوبش بود. آقا وای میسیم تا این بچرخه. وای میسیم این بچرخه. اینو میتونی بگیری الان؟ نه وای میستم بچرخه اونجا که گرده. توپا رو قشنگ میتونی بگیری یه بار دیگه. یه بار دیگه. این دفعه نگیرم اسمم اصغره. وای 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 بیام حالا. وای باشو بریم مدیریت. خب بچه ها متاسفانه امروز ما نتونستیم اینجا چی بگیریم جایزه اینا.
به جز یه مش لواشک تاریخ گذشته که فراش مدرسه ما مینداخت تو چاییش. مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. خوش میدی بی احترامی میکنی، من اصلا من میریزه دیگه. خلاصه انشالله تو ویدیوهای بعدی میریم یه شهربازی بهتر با دستگاه بیشتر، جایزه‌های بیشتری هم میگیریم. اگه این ویدیو خوشتون اومد دوباره میام، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشنش هم فعال کنید که اگه یه وقت ویدیو جدیدی گذاشتم براتون حتما بیاد. دوستتون دارم. همین. خداحافظ.